سلام، چطورید رفقا؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ آقا اومدیم با دایالی با یه ویدیوی دیگه از تاپ 10 فارسی. این قسمت هم دایالی درباره همین داستانه آیا میدانستیده. شاید تو نظر اول چیزی میدانستیم؟ چیزایی که تا حالا حتی به گوشت هم نخورده، واقعا نخورده. یعنی چیزایی که خودشون هم رفتن کلی موضوعش چیزه فعلا نامفهومه، چون دفعه قبلی در مورد کاکرم آره این درباره همه اتفاقات دنیاست که خیلی اتفاقات ریریه، اتفاقات خیلی ریره که مثلا هر کس درباره کمتر کسایی ازش اطلاع دارن. اونایی که میدونن شاید اصلا خیلیشون مردن یه چنین چیزی. آره ولی خیلی خفنه. تا آخر ویدیو با ما باشید، یادتون نره کله بندایی سابسکرایب یادتون نره. چیزی نمونده 1000 تایی بشیم یه هول کوچیک، یه هول ریزا، یه برنامه سوم وزن یک زن و یک دوم وزن صدا اوکیه؟ آره یه ذره بیشتر. آیا میدانید به طور میانگین نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ میکنه؟ آیا میدانستید صدفان اوون جان بگت یکی از چند خلبان تاریخه که تونست با شلیک یک هفت‌تیر سبب سقوط یک هواپیمای جنگی بشه؟ داستان این خلبان واقعا باور نکردنیه. در سال 1943 و در زمان جنگ جهانی دوم هواپیماهای جنگی ژاپنی اوئن و خلبانای دیگه آمریکایی رو غافلگیری کردن و با شلیک به اونا مجبورشون کردن که خودشون رو از هواپیماهاشون ایجکت کنن. بعد از این کار همین که اونا با چتر نجات در حال فرو بودن، خلبانان ژاپنی برای اینکه مطمئن بشن که همه اونا رو کشتن شروع به شلیک کردن به اونا کردن. آها یعنی رو هوا بودن داشتن شلیک میکردن. آره آقای اوئن که فکر کرد که اگر خودش رو به مردن بزنه شاید بهش شلیک نکنن و همینم شد. اما این وسط یه خلبان ژاپنی که میخواست مطمئن بشه که حتما اوئن مرده میاد نزدیکش و سقف شیشه‌ایش رو باز میکنه و همین که اوئن این صحنه رو از گوشه چشماش میبینه هفتیرش رو بیرون میکشه و خلبان ژاپنی رو میکشه. پشمام هولی شت. خوبه بدونید اوئن در سال به نظر داشت اوئن نامزد در سن 85 سالگی درگذشت. خدا بیامرده دیدی بتلفیلد مگه؟ واقعا اصلا یه چیزی که تو مغز آدم نمی گنجه. مگه بتلفیلد حاجی؟ بعد یه سوال من دارم، چجوری تو اون سرعت این اتفاق افتاده؟ تو کدوم سرعت؟ داداش تو ارتفاع هواپیما میدونم تو ارتفاع هواپیما بالاخره ثابت نیستش که داره میره. سرعتشو کم کرده آورده پایین دیگه. سرعت آورده پایین که چک کنه درو که وا کرده اومده قشنگ نزدیک کلت کشیده یه دونه زده تو سر یارو. یعنی هواپیما اینقدر قابلیت داره که آره پایین بشه که مثلا سرعتشو میتونه کنترل کنی. نه سکون نمیشه ولی سرعتش خیلی میاد پایین. آره سرعتش میاد پایین. پشمام آجی چه جالب. پشمام قلب هم تومه خودشون رو حتی اگه یه ماهی کوچیکم باشه پیدا کنن، کوسه ها میتونن از 100 متری ضربان قلب حال سن کوسه ها به قرآن حال سن. شامپانزه ها میتونن مقابله 100 متر چهره خودشون. یه واسه دیگه نگاش ویدیو نگاش برگرد عقب بزنه. حاجی چقدر شبیه پویاست. میزم آیا میدونستید فکر میکنی میزم همون نمیخواستم بیارم تو ویدیو، همون که میدونی چی میگیم آینه چهره خودشون رو تشخیص بدن اما میمونا نمیتونن. آیا میدانستید شامپانزه ها میتونن میمونا نمیتونن؟ آره نیکسون که در اون زمان معاون رئیس جمهور آیزنهاور بود برای معرفی محصولات آمریکایی به مردم شوروی به اون کشور سفر کرد. طی مراسم معرفی محصولات نیکسون و نیکیتا خروشچوف رهبر اون زمان شوروی جر و بحثشون میشه و نیکیتا به شدت عصبانی میشه.
اما دستیار مدیر عامل شرکت پپسی هم که اونجا بود سریع یک لیوان خنک پپسی بهش داد و همونجا بود که نیکیتا عاشق پپسی شد. اون اول محصولات پپسی رو با ودکا مبادله میکرد، اما مردم شوروی خیلی سریع عاشق محصولات پپسی شدن و چون دیگه ودکای کافی برای مبادله نداشتن به پپسی به ازای 3 میلیارد دلار محصولات شرکت 17 زیردریایی جنگی و کشتی جنگی دادن. پشما قبل از فروش اونها و برای یک مدت کوتاه به 6مین ارتش بزرگ جهان تبدیل شد. عالی. آیا میدانید 2 روز قبل از پشمام چقدر بین تسلیحات دادن؟ آره داشت 17 زیردریایی کشتی گرفته فقط. همین الان مگه مثلا فکر کنم ایران چقدر زیردریایی داشت؟ ایران 4 بیشتر نداشته باشه. ایران فکر کنم 5 تا دونه زیردریایی داره. ایران 5 تا زیردریایی جنگی داره. 17 تا خیلیه. 17 تا کشتی و کشتی و زیردریایی جنگی. یک مرد اهل کلرادوی آمریکا وارد یک بانک شد و چند 10,000 دلار پول نقد رو دزدید. اما این دوستمون برعکس دزدای دیگه که بعد از گرفتن پول سریع فرار میکنن خیلی خونسر از بانک خارج شد و چند قدم پیاده راه رفت و بعد تمام پولا رو ریخت روی سر آبرین پیاده و در حین ریختن پول فریاد میزد کریسمس همتون مبارک. مردم این پول دزدیه سریع شروع به جمع‌آوری اونا کردن و آقای دزدم بعد از ریختن تمام پولها میره به کافی شاپ بغل بانک و میشینه تا پلیسا بیان دستگیرش کنن. چرا؟ خیلی از مردم بعد از اینکه فهمیدن پولا دزدی بوده اونا رو به بانک برگردوندن. حالا یه سوال داشتم، اگر شما هم مثل آبرین پیاده با یک همچنین صحنه ای روبرو می شدید و پولا رو برمی داشتید و بعدا می فهمیدید که پولا دزدیه، آیا پولا رو نگه می داشتید و یا اینکه اونا رو دوباره برمی گردونیم به بانک؟ من حقیقتا اگر تو ایران بودم بر نمی گردوندم. من هم بر نمی گردوندم. فکر توی ایران بر نمی گفتم بیا بابا برای تعریف کردم. یه دیدی مثلا یه مدت یه سری مثلا پول اشتباهی انتقال داده میشد به حساب یه سری افراد، خب به حساب یکی چند هزار میلیارد پول اومده بود. خب مثلا توی کرمان فهمیدی این یارو میره بانک بعد کام چند صد میلیون نقد میگیره، فهمیدی؟ آره چند صد میلیون نقد میگیره قایم میکنه. آقا بانک میاد مثلا از بالا میان که آقا پولا رو پس بده. به من پولی ندارم. آقا میگردن زندگیشو میگردن پیدا نمیکنن، مثلا آخر نمیتونن کاری کنن که فهمیدی؟ آره یارو هیچ نداشت دیگه. من بودم به قرآن مجید حساب یه دونه چک رمزدار رو گرفتم کلش خالی میکردم میگفت حالا بیافتید دنبالش. بعد ببین آخه مثلا به حساب مثلا این چیز اینا پولشوییه دیگه. خب بعد به حساب مثلا فقیر بیچاره ها میزنن که مثلا هیچ کنترلی نداره. آره آفرین. این دیوزم سریع رفته بوده. من جاشتم میگم یه دونه چک رمزدار میگرفتم میگفتم حالا بیاد بگیریدش بی شرف. بعد اینم چال کرده بوده چیا کرده بوده سر همین دیگه سریع. آره نتونستن بس بگیرن. آیا میدانید در سال 1959 آقای انتونی برگس اهل انگلیس که یک معلم بود سر کلاس رو در حین درس دادن قش میکنه و بیهوش میشه؟ چرا؟ بعد از رفتن به بیمارستان دکترش بدترین خبر زندگی رو بهش میده که او در مغزش یه غده داره و کاری دربارش نمیشه کرد و اینکه انتونی فقط 1 سال دیگه بیشتر زنده نخواهد بود. انتونی بعد از شنیدن این خبر تصمیم گرفت 1 سال آخر زندگیش رو صرف نوشتن کتاب‌های مختلف کنه. اوکی. و بعد از استعفا از شغل معلمیش به یک نویسنده تمام وقت تبدیل بشه. او طی 12 ماه آخر زندگیش
رکورددار دزدیده شدن. علی زمانی علی زمانیه. نگاه کن به دوربین، نگاه کن به دوربین، نگاه کن ناموسا. همونجوری نکن. وای خودشه به قرآن. بذار منم نگاه کنم. کوالا بیانک یکم باید غم بیاد ته چشات علی زمانی. یا کن غم، یه غمی باید داشته باشی. نظر بدید من بیشتر شبیهم یا علی؟ خوبه اینجوری یه طرفم 100% تو شبیه 100%. هیچ شکی درش نیست. اصلا یه نگاه بکن رنگت هم بهش میخوره. جفتتون هم خاکسترید. خاکستری؟ آدم خاکستری هم داری؟ میشه گفت که خیلی سیاه داری خاکستری هرگز آب نمی نوشن و در واقع آب مورد نیاز خودشون رو با خوردن برگ درخت اوکالیپتوس تامین میکنن. چه باحال. خب آب نمیخوره. قسمت 230 برنامه آیه میدانستید. امیدوارم از تماشای این ویدیو بچه‌ها امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت. امیدوارم لذت برده باشید. اینو از چنل تاپ 10 فارسی که هم لینکشو میبینید دیگه این بالا نوشته. حتما برید سابسکرایبشون کنید. کاراشون حرف نداره، لینکشون هم میذارم بازم. عشق منید. امیدوارم کلی لذت باشید. داشلی هر سخنی بچه ساب یادتون نره یه هول ریز. لیتس گو. فعلا مراقب خودتون باشید. چاکرم.